نمیصرف. داداش اس دادین تور ترکیه 5 تا. خب داداش کی پروازه؟ پرواز چی داداش؟ هزینه رفت آمد خونه تا اینجاست. داداش برای اشغال میخوام برم ترکیه پیشنهاد می‌کنی؟ بستگی داره اشغال چی باشه. بابا اشغال با بچه‌ها بشینیم دیگه. میخوای 20 خرج کنی بری ترکیه بیا اینجا. بکن سر خالص فقط 300 داداشون رو کار میگه آژانس هستین. 30 تا اینجا پرسنل دارم باید بصرفه یا آقا یه سوال. چرا با شلوارک اومدی اینجا؟ چیش گرفتم ها. بلیط تایلند میگرفتی اینجا شلوار پات نبود بدو بیرون میرم. آقا ببخشید. ببندن تو من نمیگی وسط تیک آف بلیط نداریم بدو بیرون بابا. نظرت این باشگاه مشتریم شما رو دختر پسر رو سوا کنیم شب که شد به دختر پیام بدیم سلام میداری؟ بیدار بودن عدد 1 ارسال کنن دوست پسر داشتن یا خوابشون هم میومد که دیگه 11 رو بابت لغو پیام ارسال کنن. حاجبتی مخلصم. شکرم. آخر هفته میخوام برم دبی. نظرت تور دبی واسه دختر 95% آف بزنم؟ برای چی اونجا که پر دختره؟ هیچی هم بدن خود آدم نمیشه. نمیصرف. داداش 2 تا بلیط برای تایلند میخوام. با کی میخوای بری؟ با خانومم. بچه شدی کی با خانومش میره تایلند؟ خانومتو بذار خونه پدر خانومتینا. منم ور وسیله پیشم هست. ور وسیله چیه داداش؟ اون شارژر قرص سردا چقدر تو منحرفه بیبی. پسر من نگفت با خواهرم دارم میرم. آره. بچه‌ها تو بلیطشون فامیلیشون فرق می‌کنه؟ نمیدونم. 3 تا بلیط خودم میرم وسط میخوام. 3 تا بلیط میخوام برای کی؟ کی میخوای بری؟ با دوست دخترم خواهرش. چاکاش کنم با هم بریم؟ داداش فکر نمی‌کنم. بلیط ندارم بدو بیرون میرم. بلیط نداریم یا منم بازی یا بازی خراب. آقا بلیط گرجستان می‌خواستم. چند تا داداش؟ داداش اگه این کارشناس فروشتونم میاد 2 تاش کن. سر خونمون میومد که ما خودم باش میرفتم. این سری بعدی ناخوناتو گلبهی بزن به پوستت بیشتر میاد. باشه والا نارنجی چه بهت دوست دختر. جونمش خان. نفدا چم سر کارم. دختر ما اصلا تو مجموعه نداریم. به جان تو به من شک داری؟ نه تو به من شک بذار من اصلا گوشه بدم. بگو اینجا همه پسریم؟ مرخصی هستن. بله همه پسریم. دیدی عزیزم؟ نظرت دست اسپرسو بنزیم کنجه اینجا اسپرسو با اینا بدیم دست مردم؟ چیه؟